بیشتر از هزاران نفر به شکل مستقیم و ده هزار نفر به شکل غیر مستقیم با ما در این فاکتور مصروف کار هستیم. ما رقیب بی‌نظیر در تولید محصولات ظروف یک بار مصرف در افغانستان و در سطح منطقه هستیم. سلام، خوب هستین؟ سلام. شما خوش آمدید. خوش باشین. در قدم نخست خود یک معرفی کو ببین دارای ما و یک احوال پرسی هم باشن داشته باش. بسیار تشکر. عبدالنصیر رشدی هستم، رئیس انجمن حمایت از محصولات و تولیدات داخلی افغانستان و سلام خدمت همه بینندگان عزیزی که امروز لحظه ما را بیننده هستند. زنده باشین بسیار شاد. ما آمدیم اینجا شما دعا داشتین میگفتین این محصولات از افغانستان نیست گفتین. چه قسم است؟ به خاطر از اینکه به نهایت زیاد مرغوب و با کیفیت و خیلی زیبا و نفیس که جور شده بود، ما برای دوست ما شوخی کردیم گفتیم در افغانستان ساخته نمیشه. الحمدلله شما با نام هیراپلاس آسمایی داریم که بیشتر از 190 ظروف یک بار مصرف را تولید میکنه که هم از لحاظ صحی و هم از لحاظ کیفیت در افغانستان نه بلکه در منطقه نظیر نداره. یعنی ما رقیب بی‌نظیر در تولید محصولات ظروف یک بار مصرف در افغانستان و در سطح منطقه هستیم و الحمدلله که شما می‌بینید که با تکنولوژی خیلی و روز ما داریم تولید میکنیم در شهر صنعتی ایران و بیشتر از هزاران نفر به شکل مستقیم و ده هزار نفر به شکل غیر مستقیم با ما در این فاکتور مصروف کار هستند و الحمدلله که بخوایم از طریق دریچه شما اعلام بکنم که ما در تولید ظروف یک بار مصرف در افغانستان به حد خودکفایی هستیم. اگر حکومت زمینه صادرات و ما مهیا بسازه بدون شک ما با کشورهای دیگه آماده ازی هستیم که صادرات بکنیم. و همچنان در پلی از او شما میفهمید که یگانه مشکلی که ما در افغانستان داریم این سیاست دمپینگ کشورهای همسایه است. چون در مدت 20 سال افغانستان مبادل شده بود به زبانه‌داری محصولات بی‌کیفیت که هر کشور محصولات خود را یا تولیدات خود را به فروش می‌رساند و صنایع ما را در توان یا فرصت رقابت نمی‌دهد. اما بعد از تحول سیاسی و آمدن امارات اسلامی افغانستان خوشبختانه که اقتصادی که در گمرکات بود و از بین است امروز خوشبختانه که گمرکات مصلح شده و ما امروز قادر به این شدیم که در تولید 80 نوع جنس ما به خودکفایی برسیم. در محصولاتی که ما قبلا وارد میکردیم مثل یک بار مصرف به خودکفایی برسیم و تا آماده صادرات شد. آماده صادرات شویم. خب قسمه که شما گفتین مثال مردم افغانستان باورش نمیشه که تولیدات خود افغانستان باشه. من که حالا من فکر کردم که تولیدات ایرانی شاید باشه. من افتخار میکنم به همچو تجاران ما، هموطنان ما که تانستن این تولیدات در خود افغانستان بسازن و ما به این امیدم هستم که روز بتانیم این تولیدات به خارج از کشور صادر کنیم. چون محصولات خود ما بسیار با کیفیت عالی است و شما میتونید که از محصولات خود ما استفاده کنید. خب این سیاست میشه کدام صحبت دیگر کدام پیام دیگر که داشته باشین به بیننده های ما بگوین. بخیر باشید. من فقط یک پیام دارم به وطن‌دارای خود. هر از گاهی که اونا به بازار میرن به خاطر خرید ضروریات فامیلشون یک بار فکر بکنن به بیکاری جوانای کشور، یک بار فکر بکنن به بیکاری فرزندانشان که بیکار هستن، بعد تصمیم بگیرن که کالای داخلی رو بخرن و یا کالای خارجی رو. چون کشور با واردات آباد نمیشه، کشور به تولید آباد میشه. زمانی که تولید صورت میگیره زمینه کار ایجاد میشه و زمانی که واردات صورت میگیره فرصت‌های کاری از کشور از میان میره. و در قلم دوم پیام از حکومت است که نگذارن جنس را که ما در داخل کشور وارد میکنیم ملاحظ بیرون از کشور بیارن. یعنی به این معنا که واردات مدیریت شود و همچنان ما 200 نوع ظروف یک بار مصرف در کمپانی هیراپلاس داریم تولید میکنیم و با خاطر نیروهای امنیتی و قوات نظامی خود از ظروف یک بار مصرف اگر استفاده میکنن لطفاً از فابریکه ما بخرن تا ما باش کارگرای خود بپردازیم. بله انشاءالله که زمینه کار بیشتر برای جوانای ما اشتغال شود تا بتونن هر جوان افغانستان دیگه از بیکاری رنج نبرن. تشکری ویژه شما که آمدین نموی برنامه را ساختیم و گزارش ساختیم به خاطر حمایت از تولیدات داخلی واقعا سلام به شما.